تموم شده. آیا راسته که میگن مرگ یوتیوب فارسی در راهه؟ اینا چیه که دارن میگن؟ اینا به نظرتون شایعه یا واقعیه؟ امروز قراره بفهمیم که این صحبته که در مورد یوتیوب فارسی شده تو این ماه چی بوده، از چرا، اصلا از کجا اومده این حرف، اصلا شایعه بوده، واقعی بوده. داخل این ویدیو با هم دیگه اجزایی دارن. حالا با شما از این ویدیو همه یادم افتاد بگم که ببینیم چی شده توی چند ماه چه اتفاقاتی شده. قضیه از این قراره که چند وقت پیش بودن، یکی دو هفته پیش اومدن گفتن که درآمد یوتیوب فارسی نزدیک 80-90% کاهش و فلان فلان. انقدر پایین نیومده و کاهش داشته. قضیه از چه قرار بوده؟ این بوده که یوتیوب با استفاده از AI یا همون هوش مصنوعی خودمون اومده که گفته آقا جون تبلیغایی که شما دارید میذارید، اون تبلیغا مثلا نمیدونم یه تبلیغ سس کچاپ، مثلا این سس مثلا ترکیه یا مثلا آلمانیه، مثلا این سس محصول آلمانه. من یه کاری میکنم، مثلا من یوتیوبرم، یه کاری میکنم که این سس رو فقط به آلمان نشون بدم، یعنی فقط به کشور خودتون نشون بدم که بتونید برید بخرید. یعنی مثلا الان تو ایران اون سس تبلیغ شه، تا حالش رو برید تبلیغ کنم شما برید بخرید مثلا این سس کیت کتا و اینا. خب میدونی یوتیوب اومده اینو گفته و با استفاده از AI متوجه شده ایرانی ها وقتی وارد یوتیوب میشن با VPN وارد میشن، متوجه میشه که با VPN ما داریم وارد میشیم و داریم نگاه میکنیم و به همین دلیل باعث شده که تبلیغات دیگه برای ما نیاد و 55% پول تبلیغ میاد برای ما. یعنی ما و اینکه وقتی این اتفاق افتاده تمام یوتیوبرها اینجوری شدن که اون پولی که میگرفتن کاهش پیدا کرده، یعنی کاهش یافته و به همین دلیل یه ذره تولید کننده ها مثلا سرویس ایران، مثل بنیامین دیگه نمیتونه بیاد یه استودیو بگیره چند میلیون هزینه کنه، چند صد میلیون هزینه کنه، جایزه بذاره اینا. کیفیت یوتیوب فارسی میاد پایین‌تر، ولی اینقدر که میگن نزدیک صفر شده اینا نه، دروغ میگن، همینجوری ادامه داره. ولی خب هر سال نزدیک کریسمس شما اگه دقت کنی یوتیوب کلاً هی درآمدها میاد پایین. حالا الان امسال هم اینجوری شده، حالا نمیدونم شاید بیشتر این اتفاق افتاده و اینا، ولی اصلا نگران نباشید، همه یوتیوبرها سر جاشون هستن. من خودم حالا یوتیوبر نیستم مثل حالا کومان و نیما و اینا و دیگه کلاً این شکلی شده. شما اصلا نگران نباشین، ما ادامه میدیم. من خودم انقدر ادامه میدم تا به مانیتایز شدن برسه. امتحانا خیلی نزدیکه، امتحانا واقعا الان من فردا امتحان دارم، فردا امتحان قرآنه. قراره دیگه امتحانا بخونم، یه ذره ویدیو کمتر میشه و بچه ها اصلا به فکر این جور چیزا نباشید، شایع است. ما ادامه میدیم، نهایتش اگه میدونی خیلی درآمد کم شده میگن به حال کی درآمد طوری گفتم نمیکنم، چند روز اصلا مانیتایز نشده و الان همه دارن فعالیت میکنن. درست درآمد اومده پایین ولی نزدیک صفر نشده، 80-90% نشده. مثلا یوتیوبری 100 میلیون میگرفته، الان مثلا شده 60 میلیون، 70 میلیون، مثال دارم میزنم، شاید هم پایین‌تر شده و به جز اینا ویو حساب میشه. ویوهایی که شما مثلا دارید من میبینید اون ویو حساب میشه، باشگاه حساب میشه. فقط تنها که ایجاد شده اون تبلیغاست که تبلیغ دیگه نمیاد. من خودم هر چقدر ویدیو دارم میبینم دیگه تبلیغی نیست و میکنم تبلیغات دوباره بیاد که فکر نکنم دیگه، چون مثلا AI یوتیوب اومده نمیدونم پشتیبانش AI شده و اینا میفهمه ایرانی به خاطر همون تبلیغ نمیاره. مگه اینکه مثلا شرکت‌های ایرانی مثل انتروپی یه زمانی تبلیغ میذاشت تو یوتیوب، امکان داره اون مثلا بیاد تبلیغ بذاره و برای ما بیاد، مثلا AI یوتیوب بفهمه این انتروپی ایرانیه، بعد اون ویدیو ایرانی اون ویدیو بیاد
این امکانش هست که 55% مبلغ اون اسپانسر میاد برای ما تبلیغه، بقیهش که میشه 45% میده برای یوتیوب یا خودشون نمیدونم. بعد آره این شکلی برای یوتیوب میده دیگه. یوتیوب این شکلی شده، یوتیوب فارسی این که میگن داره تموم میشه و اینا نیست اصلا. امیدوارم برم اصلا این شکلی نیست که فکر میکنید. من خودم ویدیو میذارم، این چند وقت هم که نبودم بود میخوام چند وقتی یکم دیگه هست دست نبودم دیگه، ولی خب سرم شلوغ بود درگیر امتحانات و اینا، به خاطر اینکه من تو فضای مجازی تولید محتوا میکنم تو مدرسه خیلی کمک میخوان ازم، نه برای ویدیو. مثلا مدیر اومده چند وقت پیش، هم دیروز پریروز بود، میگفتش که بیا از بچه ها عکس بگیر، فتوشاپ بزن، ادیت بزن، بذارش تو مثلا برای تصویر کارنامه مثلا تو آتلیه اینا. من مثلا